Arabaya taş koydum civanım, arabaya taş koydum. چه آهنگی میخونه؟ کی داره Gelin میخونه؟ olacak وای kızı این نشناختمش گوشش gelin کرده olacak kızı gelin olacak kızı civanım, gelin olacak kızı. Üzer üzer severler civanım, üzer üzer severler. جوابا سوختن. من میرم این نگاهی بندازم. تازه داری میپرسی، برو نگاه کن. قیصر خوش اومدی. پس چرا هیچی نخوردی ها؟ خیلی ممنون. نه خوردم، همه چی عالی بود. کیه؟ خانومی کیه؟ زن داداشته. ازدواج کرده بودی؟ تازه ازدواج کردم. آفرین، دیگه تو هم ازدواج کردی. این سفر نوش جونت عشقم. دوباره؟ بخور عزیزم بخور نوش جونت باشه. شکری حاضر نشدیم 20 5 دقیقه دیگه آبجی. ای بابا از سینا دست به جون بود. شکری چرت و پرت نگو، به خدا از همتون انتقاد میکنم. سفری اب نده. زیاد نده نمیتونم. بخور نوش جون. نایده یه چیزی بگم. مگه من رژیم نبودم؟ مگه قرار نبود به هیچی لب نزنم؟ چی شد؟ آی سفری دنیا خودش 2 روزه. محض رضای خودو بخور و بخواب و خوش بگذرون. درست میگی نایده. امروز هستیم فردا نیستیم. حس میکنم زندگی مثل یه فیلم از جلوی چشم داره رد میشه. اینجوری اسم. آره اما داستان ما بی پایان سفری. همین که گفتی داستان، اون کارگردان بی استعداد و بازیگرای درجه 2 و 3 اومدن تو ذهنم. خدا میدونه کجا دارن جون میدن. خدا خودشون توی بعد دردسری انداختن. یه دردسری درست میکنن که خودشون نمیتونن جمعش کنن. خیلی بده. خدا وای شریکمو ببین، نکنه تصمیم گرفتی مغازه رو به روزای شلوغش برگردونی داره کوفته درست میکنه دیگه. البته، اما با فرمولی که خودم بلدم. از کوفته قبلی تندتر و قرمزترم هست. اوهی عشقم اونا رو ببین. اون همه حرف برمون کردن کم نبود، حالا اومدن یه گوشه هم لم دادن. هم کلیپمون خوششون نمیاد، هم میان گوشه مغازمون میشینن غذا کوف میکنن. من این بازی رو به هم آفرین به هم بزن. شاید آهنگ خوبی ها. آره خیلی خوبه. های اوش آروم بابا. اینا رو باش. چی شد؟ نکنی جاتون رو تنگ کردیم؟ نه ما جامون خوبه، اتفاقا داره بهمون خوش میگذره. با برهنه اومدیم وسط بساطه. تازه دارن خوشم میگذرن. خجالت نمیکشید تو مغازه من نشستین؟ تازه مفت و مجانی هم غذا میخورین، اونم مفته کی؟ ببخشید آقا چه خجالتی. خجالت که لایق خودتونه. اگه من جای شما بودم بعد از اون آبروریزی با ما از خونه بیرون نمیذاشتم. خانوم حواست به حرفات باشه. ما پیشونیمون سفید جانم. با اون انتقادای دوزاری شما صنعت هنری ما خراب نمیشه. میشه لطفا ساکت چی؟ ما با این کارگردانه بی استعداد و ستاره های مات هیچ کاری نداریم. تو نمیتونی اینجوری حرف بزنی نه خود. اینجا مغازه ماست قاتلین هنر. قاتل هنر؟ دهن منو باز نکن. من گفته باشم امروز اولین روز فروپاشی سینما. این هنر 100 سال است. هر اتفاقی هم که بیفته بدون این زیر سر این آقا بوده. دوست من ما رو میبینی؟ ما زوجی هستیم که امضامون زیر یه عشق 21 ساله زده شده. وجود ما میشه نماد عشق تو دنیای هنر. دنیای هنر. خدا میدونه دنیای هنر چه جوابی بهت میده. پسر تو بدون من هیچ چی نیستی. تا من نباشم همینجوری کلیپای دوزاری میسازی. تو پا تو دریا بذاری دریا خوش میشه. یکی تشنشه. باشه نایی دست باشه. شکری حکمت
من این 2 نفر رو نمیشناسم. اینا هم پول بگیرین. چی؟ آقا هی آقا حالا اینجوری شد؟ بله خانم اینجوری شد. اصلا مغازم بریم بیرون. اینجا رو ترک کنید. بله بریم. ترک کنید. پاشین. تو بازم ما رو بیرون میکنی ره؟ هرچی که بیرون میکنم برو. این رستوران بدبو بخوره تو سرتون. هایده بلنشو بریم. بیلیاقتا بلنشو سفری. هایده بریم. باشه بریم جای ما اینجا نیست. قربتی ها. بیا ازم بیا. داداش سفر حرف زد. اکیپ مردم بی خاصیت. پول ندادی؟ پسر خب گفت پول بگیر. چقدر اینا پررو شدن. عجب زوج پررویی شدن. هم از کلیپ قشنگمون انتقاد میکنن، هم میان یه سینی غذا تو رستورانمون مفت و مجانی میخورن. عشقم بی خیال وللش. حداقل مردم منو دوست دارن. همچین کارگردانی. کار خوبی کردی عشقم. اینا واقعا حقشون بود. ما یه کلیپ فوق‌العاده ساختیم، حق داریم که خوش بگذرونیم. دمت گرم عشقم. خلیل یه دهن آواز بخون بینیم. Ara köprün arlıktır le, avar dile dile le. Güzellik bir varlıktır le, öldüm dile. Şalaba ginenlerde, avar dile. Sevdiğine sadıktır le, öldüm dile. Şalaba ginenlerde, avar dile. Sevdiğine sadıktır le, öldüm dile. ببوس مینه جونم. خب هدیه ما کجاست؟ خب به من محبت میکنین اما از بابام پول میگیری. خب ما همش میخوایم روبوسی بکنیم، بریم همه رو بیدار کنیم دیگه. ما اومدیم. صبح بخیر. ببینین داداشتون اومده دستتون رو ببوسه دخترا. بالاخره یکم دست منو میبوسه. خدا رو شکر. نه بابا فعلا تو نوبتی. دست باباتون رو ببوسین. درست و حسابی یعنی چی؟ تو خب هدیه ما کجاست؟ چی؟ ها؟ ایدی بیا دخترم. اینم مال تو؟ زیاد هم نمیده. به من چی اینم بگو؟ مال تو. اینم واسه گونه. من نگهش میدارم. اون هنوز بچه هست نمیتونه نگه داره. من نگهش میدارم بعدم میدم بهش. آی خدای بزرگ ازت ممنونم. این اولین عیدیه که کنار خونه بودم اینقدر خوشحالم. خب دیگه عیدتون مبارک. بدون 3 چارک. عیدتون مبارک. آفرین بر شما. وای بابا جون داری چی کار میکنی؟ عشقم چی کار میکنی؟ سر دخترمو شکوندی. اما ما که بچه بودیم همش همینجوری میکردن دیگه. ای بابا این دیگه چی کاریه؟ چیزیشون نشد با. ای خدای بزرگ. اولین عیدیه که همه کنار همیم. خیلی خوشحالم. راستش اگه ما هم بتونیم 1-2 قرون بیشتر بگیریم خوشحال میشیم. خب یکم هم با بزرگ پولدارتون کش برین دخترم. آره پس بریم پیششون. باشه بیاین بریم. زود باشیم. باشه اما قبلش با هم یه سلفی بگیریم. باشه بگیر سلفی عیدی دیگه. بگیر ببینم. بیا نزدیک. سیب همه با هم لبخند بزنید. دندوناتون ردیفی به نمایش گذاشته بشه. سیب عیدتون مبارک بشه. دختر این کفشو دیگه چیه؟ شبا پیش تخت خوابت میذاری؟ البته که گذاشتم. خاله نایده. خاله خودتی انت. خب دستتو بده ببینم. چی؟ بده ببینم. بده. پسر تو دیوانه شدی؟ چه ایدی بدم؟ مرد گنده شدی؟ چه ایدی؟ همچین چیزی نداری؟ یعنی چی آخه؟ من کوچکترین پسر این خانوادم عیدیمو بده. سفری بچه حق داره امروز عیده دیگه. نایده بده پولشو بده. بابا این چه وضعی آخه؟ بده سفری.
بیا اگه میخوای برم برای چیپس هم بخرم. آره نه ممنون، خودم میخرم. پارس جون عزیزم تو جیبت نذار. چرا زنده داشت؟ عمو جونش به دختر من عیدی نمیدی؟ نمیخوای دستتو ببوسه بشه عیدی بده؟ درینسو هنوز کوچیکه، یکم بزرگشه بعد یه کاری میکنه. با عمو جونش اولین عیدی دخترمه، یعنی نمیخوای بهش یه عیدی بدی؟ روباهای مکار، شما روباهین، از دستتون خسته شدم. وای عمو جونم، بیا بگیرش، دست درد نکن. بذار مرسی. بده من سفری، بده من نگرش دارم. اینجا جاش امنه. چقدر با حقه باش. ای شوهر جونم. من باز میکنم. بوده ببین کیه دختر. ایده همه اومدن. خوش اومدی. خیلی ممنون. آی نه اینجا رو. آی سلام عزیزم. چه خبر؟ کجا هستی؟ عیدتون مبارک. خوش اومدین. چه شنگی ببوس ببین. آی شما چقدر خوشریف بینا. خب دیگه. چی؟ این چیه؟ چیه؟ این بازیه؟ دست به جیب شد دیگه. چه دست به جیبه؟ ما عیدی نداریم بدیم. شما که میدونی عید که میشه ما نقدی کار میکنیم داداش. پسر شما خودتون نون در میارین، دلموش دارین، کار میکنین دیگه. عیدی چیه؟ زشته به خودت. زفری جونه درد عیدی بچه ها رو بده، زود باش. داداش بده دیگه، بجون زود باش. چه وضعیه؟ بده بجون دیگه ندارم بابا، همینه فقط من مونده تا جیبم. هر موقع دست میکردم پول خورد میومد. باشه بیا بابا. بده بینم، بیا بگی بسی چی بده. بیا. خب بچه ها شما نمیخواین به درین سوی ما عیدی بدین ها؟ داداش سفر زشته به خدا، ما از قبل آماده بودیم. بکرم پول از دست رفت. حالا ببین بیا خب اینو بگیری یه جایی واسش جا کن دیگه. میتونی زیر دستش هم بذاری. برو. وای خدای من. ممنون داداشی، ممنون. مایده بچه من به جای پول آب نبات دادن. بچه من که هنوز دندون نداره سفری. بزرگ میشه میخوره. بچه ها سر پا موندیم، بیاین بچینین جوونه، بیاین خوشی پا. چه وضعیه؟ همه مصیبت ها سر من میاد. عیدم که میشه من بدبخت میشم. از کی قرار من خوشحال باشم؟ قمر عزیزم تو هم بلند شو برای بچه ها باقلوا. نه آبجی نایده، ما الان از خونه خاله حنیفه میاییم. دستش درد نکنه، تا جا داشتیم حل هول خورد. آره که اینطور نوش جونتون. والا که سیرین بلند شین، ما میخوام بریم خونه بابام. بس پاشین دیگه. داداش سفر ما که اومدیم اونام از خونه در اومدن، میخواستم برن خونه بزرگای گذشته. خونه بزرگای گذشته؟ خونه کی میخوان برن؟ هایده این چی میگه؟ سفر میخواستم برن قبرستون. قمر بلند شو برو باقلوا رو بردار بیار. باقلوای ما از خونه مامانتینا خیلی بهتره. امتحان کنیم. نه آبجی نایده، ما وقتی میگم بخوریم باید بخوریم، وگرنه تکه پرین. بخوریم دیگه. وای اومدن. بچه ها اینقدر ادکلون زدیم از 10 متری هم بو میاد. آره بابا زیاد هم زدیم، امروز همه یه بو میدیم. اوهی شما اینجا منتظر ما بودیم؟ بله اومدیم عیدو به شما تبریک بگیم دیگه. آره عیدتون دم شما گرم. باشه بابا دست درد نکنه. باشه بس دیگه. عیدتون مبارکتون باشه. ممنونم پسرم. بیا عیدتون مبارک. ممنونت باشه. ممنون. شریکم مبارک باشه. آی خدا عیدتون مبارک. مبارک زنده. خب چیزه کوزه زود باش دیگه بجون. چی بجون من؟ عیدی بده به بچه ها. عیدی بده. عیدی؟ آره اینا 40 سالشونه. عیدی کدومه؟ به امید خدا همه در کنار هم سال خوب و خوشی داشته باشیم. آره عشقم پول خورد داری؟ کلن همینجوریش هم 5 لیر دستته. میخوای 1 لیر بدی به بچه ها؟ زود باش دست به جنبون. اونا نمیشه. درست بده 200. 5 لیر دارم، تقسیمش کنن دیگه. این کوزه جون بده دیگه. عید خوبی داشته باشی. پسر به جنب دیگه زود باش. میرسه. آفرین آفرین.
نه داداش ممنون. بگی دیگه. نه دیگه حقوقمون رو دادین، بیشترم دادین، نیازی نیست. تو رو حرف من حرف میزنی بچه. بگی داداش. الان میگیره. بگی. ممنون داداش. خودم به زور میدم، تازه اصرارم میکنم. وای شریک چیکار کردی؟ منم چون رئیسم مجبورم بدم. یه جیگرم عیدتون بکار. بیا ببینم. نه خدا رو شکر رئیسم بهم داد. یعنی چی پسر؟ اون رئیس واقعی شد، من رئیس قلابی؟ بیا بگی ببینم. نه دیگه گفتم نمیخوام. پسر میگم بگیر، جوونی بیا. میگم نمیخوام دیگه. پسر تو جوونی لازمت میشه، بیا اینو آقا بگیر. نمیخوام. ولم کن. نمیخوام من از تو عیدی بگیرم. میگم نمیخوام. خیلی خوب. کوزه چیکار میکنیم من؟ عشقم چی؟ ای بابا خیلی خوب باشه. ببینین من دسرای خوشمزه‌ای درست کردم، بریم اون دسرا رو بخوریم که دهنمون شیرین شه. زود باشه. نه آبجی جون، ما دیگه نمیخوایم مزاحمتون بشیم. ای دخترم هم اینجا بود بازم این حرفو میزدی؟ دخترتون؟ آها فریده. آره اصلا متوجه نشدم که اینجا نیست. نه این بچه عجب بازیگر بدیه. شریک جون ما میریم، شما هم خانوادگی جشن. وای مگه میشه آخه؟ من کلی دسر درست کردم، کی میخواد اونا رو بخوره؟ زود باشین بریم داخل. نه من تو مغازه کار کلی کار داریم باید. ای بابا گفتم نه، همه با هم میریم داخل اونا رو میخوریم. زود باشین را بیافتین دیگه. آی خدا اون همه شیرینی درست کردم، کی میخواد بخوردشون؟ باید بخورین دیگه، آدم و رسوم عیده. زود باشین. آفرین، خوش اومدین مهمونا. دمپایی‌ها رو بپوشین. مامان، بابا، عیدتون مبارک شده در استودیو جن. مادر شهر آیندم عیدتون مبارک. پدر شهر آیندم عید شما هم مبارک. عید دوتاتون مبارک باشه. به امید خدا یه روزم با نوه‌هاتون میایم اینجا. به امید خدا. شما که بودین عید رنگ و بوی دیگه ای داشت. هر دوتاتون منو بوس میکردین و بیدارم میکردین. یه نگاه که به بالای سرم مینداختم، کفشای ورزشی جدیدمو میدیدم. ورزشی؟ از اولم معلوم بود این ورزش کار میشه. ای بابا. ببینم مگه بدری دیوونه کم به خاطر تو به من سرکوب زد ها؟ همش میگفت یه نگاه به اون بنداز، یه نگاه به خودت بکن. بعدش هم میگفت تو بچه کوچه خیابونی، اما معلومه همین ورزش کار میشه. عیدامو با مامانم میگذروندم. البته که باید یه فرقی داشته باشی. واقعا که تو از اولم جوگیر بودی. شنیدی وقتی بچه بودم کفش ورزشی پشت میکرده؟ آره، مامانم مشهورترین خیاط اردو بود. لباسای همه بچه‌های محله پاره میشد به جز من. بچه متفاوتی بود، خیلی متفاوت بودم. اون وقت من لباسای داداشمو میپوشیدم، تازه لباسا 5-6 سایز بزرگتر بودن. مثل این گدا گشنا همه جا رو میگشتم عیدی جمع میکردم. بعد از اینکه از خواب بیدار میشدم دومین کارم همون بود. منو میبرد هموم، تر و تمیزم میکرد. میگفت پسر من از جنس طلاست. یه جوری منو میشست که مثل طلا برق میزدم. ما هم عید که میشد همیشه تو صفحه همون بودیم، ولی همیشه یکیمون نوبتش نمیشد. حدس بزنین ببینم کی نوبتش نمیشد. بعدش به بهترین قسمت داستان میرسیدیم. بهترین قسمت لباسای نوع عید بود. با دسته خودش بهم لباس میپوشون. پسرشو مثل یه دسته گل میکرد. کار خوبی میکرده. حالا این منم که وقتی عید میشه برات دست گل میارم مامان. اصلا فکر نکنین من شما رو فراموش کردم. اون عید آخرین عیدی بود که کنار هم بودیم. نمیدونستم
نمیدونستم. زندگی خیلی کوتاهه. من نمیدونستم. یهویی دلم برای بابام تنگ شد. منم برای بابا بزرگم. کدوم بابا بزرگ؟ همونی که اینجا خوابیده. کدوم میخواد باشه؟ همونی که اینجا خاکش کردیم دیگه. ای بابا. پویراز تو که اصلا اون خدا بیامرز رو ندیدی. دختر میدونم که اگه منو میشناخت ازم خوشش میومد. شما نمیدونین که چقدر آبجیمو دوست داشته. به خدا من براش بهترین نوه میشدم. اجازه بدین من برم باش اختلاط کنم یکم. بابا بزرگ عیدت مبارک. بابا بزرگ. هوار کنان رفت پیش بابا بزرگش. راستش دروغ چرا؟ منم دلم خواست برم بابامو بغل کنم. خیلی خوب پس بجنبین. مسافر چامبرنی جانمونه. داداش کوزه منتظر ماست، بهتره دیر نکنی. داداش کوزه منتظره؟ آره؟ عشقم تو رو خدا ببخشیدا. ممکنه مامان ایلدیز منتظر باشه اما محال بابا منتظر شماها باشه. پویراز بیا بریم، به خدا بابا بزرگ تو رو برمیداره میبره اگه با آتش نشه. بابا بزرگ میبینمت مامان. عشقم چقدر خوشمزه شده. آی گوشت بشه به تنت بچسبه. اینو میبرم واسه گونه. وایسا ببینم، وایسا چرا نگو. به بچه زیر 6 ماه آبم نباید بدی. آره درسته. پس حالا که کسی تو خونه نیست چایی بخوریم. اونم موقع تو قشنگ قاط زدی. قاط زدم عشقم، از عشق زیاد قاط زدم. ای خدا چرت و پرت نگو، گونه یهو بیدار میشه. نه بابا چیزی نمیشه عشقم. کوزش بی خودت بیا. این کیه دیگه؟ بر خرمگس مرکه لعنت. محض رضای خدا هر وقت که میخوام بغلت کنم یکی زنگ میزنه. عزیزی دلم امروز عیده، البته که زنگ میزنن بعدش هم میرن. نمیشه بیرون منتظرم. من میرم ببینم کیه. آی خدا خوش اومدین. عیدتون مبارک. عیدت مبارک آبجی. خوش اومدین. هست او کوزه عیدت مبارک. داداش عیدت مبارک. چی گفتی؟ عیدتون مبارک. عزیزم شما واسه چی اومدین اینجا؟ شب خب خونه باباتینا میدیدیم آخه امسال اولین عید ماست. ما هم گفتیم برای اولین بار بیایم دیدن شما. دقیقاً. چه سعادتی. وای چه داداش کوزه سعادتی. عیدت مبارک باشه. بده دستتو ببوسم. بوسیده محسوب میکنم پسر جون. برو کنار. بذار منم امتحان کنم. نه بابا نه. داداش کوزه عیدت مبارک. ممنون عزیزم. بشینین بچه ها. ممنون. دیدی شد؟ وای دسرا رو. پسر چای نخورده بیجامه میپوشی. وایسا پسرم وایسا، جلوی خودتو نگه دار تا ازت پذیرایی کنم. مامان ایلدیز تو اصلا زحمت نکش، من پذیرایی میکنم. تو نگران نباش. ذوق و شوق اینا رو ببین. خب عشقم چطوری؟ چه خبره؟ ای خدا این چه حرفیه؟ من که الان پیشت بودم. چرا از من میپرسی از بچه؟ خدا رو شکر آبجی ایلدیز ما خوبیم. الان از سر خاک پدر و مادرم میاییم. آره. بعد گفتیم بیایم دیدن پدر و مادر معنویمون. خودتو لوس نکن. آی کار خوبی کردین پسرم. آفرین عثمان. پسرم تو چطوری؟ شنیدم دلموش خریدی. خدا رو شکر خوبه آبجی. بابام دستش درد نکنه. دستمو یه جا بند کرد. آی خدا رو شکر. دم بابات گرم. خدا میدونه چی جوری می‌خواستی ماشین به اون گرونیو بخری. پشتش بنویس دست بابام درد نکنه. درسته دیگه داداش کوزه. منم به خاطر همین گفتم دست بابام درد نکنه. گفتم دیگه الان. نه فهمیدم. چیز دیگه. نه پسر روکو پوسکنده بگو تو هم پول باباتو میخوری. پر رو باش. نه داداش کوزه خدا نکنه. مگه همچین چیزی میشه؟ خب آدم باید قدر باباشو بدونه داداش کوزه. به خدا من همیشه به دخترام میگم آدم وقتی توی یه موقعیت سخت گیر میکنه هر جوری باشه دنبال باباش میگرده. داداش کوزه چرا اینجوری میکنی؟ مگه دفعه پیش توی کلانتری دختر گریه کنان بهت زنگ نزدم؟ چیز بدی که نمیگم. اون روزی که گونه‌یو گم کردیم و میگم. دختر شما مگه اون روز گریه کنان به باباتون زنگ نزدین؟ چی؟ تو الان چی گفتی؟ گونه‌یو گم کردین؟ کی گفتم؟ الان گفتی گونه‌یو گم کردیم. آره شما گونه‌یو گم کردین؟ نه بابا نه. من گفتم گونه‌یو نگه داشتیم.
چیز آبجی ییلدیز، من گفتم توی سالن ورزشی ما گونه رو نگه داشتیم، از الان بدنشو آماده کنیم. بذار اینقدر چرن نگو، اینجوری واسه من حاشیه نرو. گفتی گمش کردیم، شنیدم گفتی گمش کردیم. چیکار کردین؟ سری بهم بگین گونه چجوری گم کردین؟ قربونش برم من دختر خوشگلم. نگاه کن سفر، ببین چقدر خوب خوابیده. ای قربونش برم. سفر ایدر شبیه تو میشن. میخواستی شبیه کی بشه؟ البته که شبیه من میشه. چی میدونم، خب یه زنم شبیه من میشد. باشه بزرگ که بشه شبیه تو میشه. میخوای بزرگ که شد ریش سیبیل در بیاره شبیه تو میشه دیگه. ای بابا یه جونی دلم. سفری میگم حالا که میریم دیدنی بعدش بریم یکم بازارم بگردیم. هایده تو بازار چی کار داریم؟ خب میگردیم، چی میدونم سفری. خب شاید یه کفش قرمز دیدم برای خودم خرید. دختر همین که تو پای جاریت دیدی حسودیت شده. چه ربطی داره سفری؟ آخه چرا باید به اون قمر استخونی حسودی کنم؟ اون که اصلا در سطح من نیست. مثلا میخوای با کفش قرمز چیکار بکنی؟ نایده سفر، من بچه که بودم موقع عید برای دختر همسایمون کفش قرمز خریدن. تازه جوراب توری هم خریده بود. از اون موقع تو دلم مونده سفر. مادرم برام نخرید، برام عقده شده دیگه. چه میدونم، عقده بچگیه دیگه. حالا میگم برای 10-15 تا از این بچه ها کفش بخریم، پخش کنیم، ثواب داره، به دستمونم میاد. چرا به من نگفتی؟ نمیتونستم بگم سفری، عقده شده بود، نمیتونستم بگم. بیا اینجا. تو همه چیزمی. خوبه که شدی همه چیز من. شکر. خدا رو شکر که دارمت. خدا رو شکر همه زندگیم شدی. اما نمیتونی منو سر بدونی، باید بخری. من کی گولت زدم؟ مثلا چرا 3-4 تا بخرم؟ کامیون برات میخرم. ای سفر قربون اون ریختی بد ترکیبت سفرم. عیدتون مبارک. عیدتون مبارک. عیدتون مبارک باشه. آی عزیزه دلم. سفر ببین چقدر خوشگله. خیلی با دست و بالشونو ببین. در این سو باید زودی بزرگ بشه به جمع اینا اضافه بشه. خرج مخارجمون برگرده. خب بیایم ببینم. بیایم نارون بچه دستمون کندیم. بابا باشه میدم به شما دیگه. شما چقدر خوششانسی. ببین میبینین من با تدارک قبلی اومدم. بیایم بگیریم. سفری به بچه ها عیدی بده دیگه. آیده به این بچه های کوچیک چی بدم؟ شکلات خوبه دیگه. سفر آداب و رسوم بده. ناید آخه من خود ندارم. ناید چکار کنم؟ جونی درات همشو بده خورد نه. همشو؟ آره. ناید این آخه چرا؟ تولگا به اینجا. اومدم رئیس سفر. این پولو ببین، اینو بگیر، پول خیلی زیادیه. اینو ببر بده به بقالی، بگو به 3-4 قسمت تقسیمش کنه، بعد بین دوستات و خودت پخشش کن. باشه رئیس سفر. 1-2 چیپس هم به حسابت بزنم. باشه چند تا چیز میزم بزن به حساب من. چیز نیستم بخرم. واقعا خیلی زرنگه. این بزرگش حتما شبیه خودم میشه. ممنون رئیس سفر. بهت افتخار میکنم. منم بهت افتخار میکنم. منو ببین به بقالی بگیم به شما یه شکلات آب میوه چیزی هم بده. بودین دیگه بودین. آی تویگان اسم این بچه تورگانی. تورگای چیزی باید باشه. آخه تورگان که اسم نمیشه. وای سفر تویگان خیلی راحته که تویگان به این راحتی بگو تویگان. نمیشه آخه. نایده حتما پدرمادرش اشتباه اسمشو گذاشتن. اشتباه را بیار دیگه سفری بودو بچه رو بیار. باش. نایده این طرف که برعکس آدم کمرش فلج میشه. ای داد بیداد آخه میشه که کمرم گرفت. خدای از اول تعریف کنین ببینم چی کار کردین؟ چجوری همتون با هم دست به یکی کردین و پسر منو گم کردین؟ همش تقصیر منه. من نتونستم گونه یا نگه دارم. ما تو پارک نشسته بودیم، یه زن اومد نشست پیشمون، گفت باید آب بخوره، گفت خیلی تشنه به نظر میرسه. یه لحظه قسم میخورم که فقط یه لحظه تنهاش گذاشتم. بعدش که برگشتم اون نبود، دزدیده بودش. مینا تو
برادر تو دوبله شده در گونه استودیو جیمز. سپردی به زنی که اصلا نمیشناختیش دخترم ها؟ آره متوجهم که اشتباه کردم. عشقم، من بعد اون اتفاق با مینو حرف زدم. قشنگ متوجه اشتباه شده و درسشو یاد گرفته. خب بعدش چی کار کردین؟ چجوری پیداش کردین؟ رفتیم پیش پلیس، بعدش هم به بابام خبر دادیم، یه جوری پیداش کردیم دیگه. خدا رو شکر که شوهر اون زنه هم گونه‌ی با عروسک عوض کرده بود که به جای گونه عروسک از پل پرت شه پایین. چی؟ از پل پرت شد؟ خاک تو سرت، خدا بگم چی کارت کنه. از جلوی چشمم دور شو. در واقع من نمیخوام هیچ کدومتون الان ببینم. زود باشین تعریف کنین. کوزه همه با هم دست به یکی کردیم، بچه منو گم کردیم، بعدش حتی به منم هیچی نگفتین. عشقم، تو اون موقع تازه داشت حالت خوب میشد و خیلی ترسیدی گونه چیزیش بشه، واسه همین نگفتیم. آره دیگه. اما بالاخره شد، یه چیزی شد. گونه منو دزدیدن. اما پیدا شو. اگه شوهر اون زنی که خبرتون نمیگرد چی ها؟ اگه خدایی نکرده، ای خدای بزرگ، اگه گناهی چیزیش میشد چی؟ اون موقع چی کار میکردین؟ مینا این چه حماقتی بود کردی؟ مامان یلدیز هرچی بگی حق داری. ممکن بود خطای لحظه من زندگی گونه رو زیر و رو کنه. منم خیلی خودم سرزنش کردم. ای خدا، حالا من چی کار کنم ها؟ مینا الان چی کار کنم؟ بشینم برات قصه بخورم؟ چشمابی، ببین هممون کنار هم دیگه ایم. اولین عیدمون رو کنار هم جشن میگیریم. لطفاً اینجوری نکن. نه، به هیچ کدومتون اعتماد ندارم. به هیچ کدومتون اعتماد ندارم. اصلا بگیم اینا بچه بودن، عقل تو سرشون نبود، قایم کردن. تو چی مرد؟ من چجوری دوباره بهت اعتماد کنم؟ عزیزم، من که بهت گفتم، ما نگفتیم تا ناراحت نشی دیگه. آبجی ببین، کوزه حق داره. اگه تو چیزی ساکت. تو هم خبر داشتی؟ آره؟ تو هم با اینا دست به یکی کردی و هیچی بهم نگفتی؟ ما خودمونو قاطی نکنیم پایراز. ما میخواستیم برای عید دیدنی بریم خونه داییم، دیرمون نشه. پایراز بلند شو. دایید کیه دختر؟ اون کیه؟ پایراز بجم دیگه عشقم، بجم. ما باید بریم. باشه. آره. فرار نکنین ببینم. جواب کارتون رو پس میدین. پس همتون با هم دست به یکی کردین؟ آره؟ همتون از پشت هم خنجر زدین. از این به بعد نمیخوام هیچ کدومتون رو ببینم. فهمیدین چی گفتم؟ من نفهمیدم. بیرونمون میکنی؟ چیزه تو رو نه، ولی این دوتا باید برن. من 2 دقیقه هم تو خونه که خواهرمو بیرون کنن نمیمونم. دخترم، میشه این رو عصبانیت اینا رو میگه. یلدی چرند نگو، نمیتونی دخترمو بیرون کنی. کوزه من چجوری میتونم به کسایی که از پشت بهم خنجر زدن اعتماد کنم ها؟ چجوری میتونم اعتماد کنم آخه؟ حق داری مامان یلدیز. اصلا هیچ وقت تو این خونه برای ما جا نداشتیم. ما میریم، شما هم خوشحال و خوشبخت با پسرتون زندگی کنی. یوکچه باور کن هر چقدر بخوای تنبیهمون کنی نمیتونه از عذاب وجدان من سخت‌تر باشه. اگه تو هم منو ببخشی من خودمو نمیبخشم. خداحافظ بابا. دخترا، شما الان برید، من خودم همه چی رو حلش میکنم. نیازی نیست بابا جون. همونطور که گفتم حق با مامان یلدیزه. کم مونده بود به خاطر ما بچه خودش رو از دست بده. مامان یلدیز، اجازه میدی وسایلمون رو جمع کنی؟ فکر کنم دیگه اجازه اینو میدی. دخترم، نیازی نی وسایلتون رو جمع کنی. گفتم حلش میکنم. آره، هرچی وسیله دارین جمع کنین و بعدش هم از اینجا برین. یلدی دیوونه شده زنه. تو هم اصلا نمیدونی چی رو باید کجا بگی ها. به داداش کوزه گفتی بس نبود، حالا به آبجی یلدیز هم گفتی؟ آخه من بده تو این چی گذاشتی اینقدر سنگینه؟ وضع ما رو باش، مثل بچه گربه وسط خیابون ولمون کرد. دیدی بعضی یه مدت دلشون حیوان خونگی میخواد، اما بعد از یه مدت پرتش میکنن بیرون. مامان یلدیز هم همینه، دقیقاً همینه. البته که همینطوره. ما دلشو زدیم، حالا خوشحال و راحت با پسرش زندگی میکنه. چش رنگی اینجوری نگو، از روی عصبانیت شما رو بیرون کرد. یه هفته نشده دوباره میگه برگردین خونه. اگه میخواد بگه، اما ببینه ما برمیگردیم یا نه. بر نمیگردی؟ چرا برگردیم به خونه‌ای که ازش بیرونمون کردن؟ میریم خونه بابا بزرگ. اونجا اصلا نمیشه.
اگه بدونن مامان یلیز بیرونمون کرده ناراحت میشن، اونا هم قضیه رو میفهمن. نمیشه. خب خوبه دیگه، اونم میفهمن عروسشون چطور آدمیه. دختر رو شما هم بزرگش نکنین. من به خاطر اینکه شما تنها نمونین اومدم. لطفا دیگه بزرگش نکنید. پس بریم خونه من. لگولاس محض رضای خودتو حرف نزن. هر بلایی سرمون اومد تقصیر تو بود. راست میگه عشقم. آخه چجوری همچین گندی زدی ها؟ من واقعا معذرت میخوام. نمیدونستم مخفی کردی. بی خیال، اتفاقی که افتاده. خونه ی امینم نمیشه. باید یه جای دیگه پیدا کنیم. میتونیم بریم خونه عثمان. فکر کنم فکر خوبی باشه. آره بریم. دختر رو به جز خونه دوست پسراتون نظر دیگه ای ندارین؟ خونه داداش سفر بمونیم دیگه. آره فکر خیلی خوبیه. اونو ما رو نمیندازن وسط کوچه. خیلی خوب، پس بریم دیگه. بیاین بریم. همه زندگیمون رو جمع کردیم توی چمدون. آبجی فریده میخوای کمکت کنم؟ نه نمیخواد. من آی خدا، مامان قربونت بشه عزیز دلم. چیا که به سرت نیومده؟ آی پنبه من، گونه قربونت برم. از این به بعد حتی یه لحظه هم تنهات نمیذارم عزیز دلم. حتی یه لحظه هم نمیذارم پیش کسی بمونی، باشه؟ از کنار جمعم نمیخورم. تو اصلا نگران نباش. خب حالا راحت شدی؟ داری چی میگی واسه خودت؟ میگم دخترها رفتن، خیالت راحت شد؟ در مقابل کاری که اونا کردن این که چیزی نیست. یلیز، اونا یه اشتباهی کردن. هنو خیلی بچه‌ن. کوزی، اگه به خاطر اشتباهی که کردن یه بلایی سر گونه من میومد چی؟ اون وقت من باید چی کار میکردم؟ بازم اون موقع همینقدر ساکت میموندی. اگه گونه این کارو میکرد چی؟ میتونستی اونم بیرون کنی؟ جواب نه، نمیتونستی بیرونش کنی. چرا؟ چون تو به دنیا آوردیش، تو مادرشی. چی؟ برات متاسفم کوزی. من مثل دخترای خودم با دخترای تو رفتار کردم. وقتی مادرشون ولشون کرد من به دخترات بالو پر دادم. یلیز، یه اشتباهی کردن. اشتباهشون رو به روشون می آوردی، عصبانی می شدی، اما بیرونشون نمی کردی. من از این به بعد اصلا به هیچ کس اعتماد ندارم. حتی به تو هم اعتماد ندارم، به دخترام اعتماد ندارم، به هیچ کس اعتماد ندارم. باشه فهمیدم خیلی عصبانی هستی، خیلی ناراحتی، اما هیچکی نمیخواد به گونه آسیب بزنه. همه خوبیشو میخوان، فهمیدی؟ کوزی، من امروز اینو فهمیدم که هیچ کس مثل من به فکر گونه نیست. حتی تو هم با دخترات دست به یکی کردی و به من دروغ گفتی. ای من همراه دخترام این خونه رو ترک نکردم، فقط واس خاطر توه، چون عصبانیت تو میشناسم. که اینطور؟ یعنی الان میخوای ازت تشکرم بکنم که خونه رو ترک نکردی و نرفتی؟ کوزی، ازت ممنونم که بهم دروغ گفتی و بعدش هم خونه رو ترک نکردی. یلیز، تو الان نمیتونی متوجه حرفام بشی. هر وقت عصبانیتت فروکش کرد دوباره با هم حرف میزنیم. دلم برای تنها موندن باهات تنگ شده بود نایده. میخوام تو موج غرق بشم. حالم بد شده. خب غرق شد سفری. اینجوری نکن به خدا، الانه که قلبم وایسته حالم بده. قلب سفری. عمو سفر جون، عمو سفر جون، چه خبره؟ چه خبر شده؟ اونا کی؟ خسته میشن میرن تو اینجا ببینم. داداش سفر بایستیم ببینم. اینو دست برداری ای بابا، خدا بگم چی کارتون نکنه. عمو سفر یه چه خبر شده؟ بابا ما خونه نیستیم. میگم ما خونه نیستیم. چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ میبینین که خونه نیستیم. خیلی وقت این شوخی از مد افتاده. ای وای، چه خبره؟ دلم آتیش گرفته. آی نه جوجو، خوش اومدی. دختر چی شده؟ آبجی ناهیده. چی شده؟ عمو سفر جونم دست به دامن توه. چی شده؟ با چمدون بزرگ اومدین، خیر باشه؟ چمدون؟ چه چمدونی؟ مامان یلدیز ما رو از خونه بیرون کرد. چی؟ چه جوری بیرونتون کرد؟ چرا؟ وقتی فهمید دختر رو گونه گم کردن بیرونمون کردی. چی؟ گونه چه جوری گم شد؟ گونه چه جوری گم شد؟ با خرزاده من چیکار کردین؟ آی خیلی خوب باشه، آروم باشین. گونه گم کردیم اما پیداش هم کردیم. آره ما برای اینکه آبجیلیز ناراحت نشه ازش قایم کرده بودیم، اما یکی پیچ فکش شل شد و همه چیزو لو داد. دختره بگیم ببینم خواهرزادمو کجا گم کردیم؟ خب قضیه اینه که ما داشتیم تو ساحل قدم میزدیم. بعدش یه زنیکه روانی از خدا بیخبر اومد سر منو شیره مالید. اینجوری شد. بعدش هم گونه دوزید و رفت. اما نگران نباشین، همون روز گونه پیدا کردیم. البته وقتی آبجیلیز از این اتفاق خبردار شد
ما رو انداخت بیرون دیگه. خب کوزین نتونسته ایلیزا متقاعد کنه. اونم خیلی عجیب غریب شده ها. آخه آدم دخترای به این خوشگلی و از خونش بیرون میکنه. ناید تو هم عجب حرفی میزنی. کوزین من از خونه بیرون کرده، میخوای اینا رو بیرون نکنه. عجب. خب نظرتون چیه؟ ما رو نگه میداری؟ چه وضعی؟ کی اونجاست؟ کی هستی تو؟ سفر کی میخواد باشه؟ منم. ناید میای بیرون، دلم درد گرفته. بیا بیرون. حالا نمیتونم بیام بیرون بابا، زحمت بکش برو اون یکی. بیا جم نمیتونم برم، میگم دلم درد گرفته. یهو دیدی اینجا رو کثیف کردم، میگم نمیتونم طاقت بیارم. سفر با بمونی، 1000 تا دستشویی تو این خونه 20 صاحب مونده است. برو تو اون یکی کارتو بکن. خدا بگم چیکارت کنه، خدا بگم چیکارت کنه. ناید عجیبه به خدا. دختر من هیچ جا رو ترک نکرده. این کله قرمزی بیرونش کرده. بیرون نکردم. بیرون کردی؟ گفتم بیرون نکردم. بیرون نکردم. حداقل فریده رو دیگه بیرون نکردم. تو اصلا فریده رو نشناختی. وقتی که خواهرشو از خونه بیرون میکنی اونم باهاشون میره دیگه. پس معلومه که اونم حس کرده مقصره که رفتی، به خاطر همین رفتی. من چیکار کنم؟ من الان هیچ کاری نمیتونم براش بکنم. یه کاری میتونی بکنی. بین بچه‌هات فرق نذار. پس گونه هم بیرون کنم. آه چقدر جوون شدم. پیش سیبیلی که زدم 10 سال جوون‌تر. آخه چه وضعیه؟ تو تب و ماشین زده، این بچه چرا اینقدر بی‌استعداد آخه؟ اینا رو به باد داده، خیلی کوتاه کرده. این خیلی خوب. بوی تخم مرغ میاد. به خدا بوی نون برشتم. بازم نایده و ننمایی کرد. خدایا چه صبح قشنگیه. امروز با بوی نون برشته از خواب بیدار شد. خدا به خدا از این لحظه بعد هیچی نمیتونه حالمو بد کنه. خب دیگه بریم. عمو سفر جون، اینو میبینی؟ این کوچولی دزد رو میبینی؟ همین این ناخن مصنوعی منو دزدیده. وای عمو سفر میدونی این چی کار کرده؟ موج مصنوعی منو در آورده. الان موج مصنوعی ندارم. آی نمیخواد خودتو بزنی به موش مردگی. مگه تو موهای مصنوعی منو ندزدیدی؟ اصلا اولش تو بودی که لنزای منو دزدیدی. یادت میاد خانم دزد؟ دختر همه این چیزایی که تو الان شمردین مصنوعی بود؟ بله.